برای نوشتن حرف عین با این حرکت شروع می‌کنیم. این سر عین، حرکت اول، حرکت دوم از این قسمت. به این شکل اینجا باید از ابتدای عین کمی عبور کنه و این شکل تقریبا توی یک مربع قرار میگیره و از اینجا شبیه دایره ه وصل میکنیم و با این ویژگی که باید از اینجا یک فاصله ای داشته باشه که این تا وسط دایره بالا میاد و بیشترین عمق رو توی این قسمت داریم. و مثل همه دایره های دیگه که عمق اینجا دارن، اگر اینجا یه دندون یه الف مانند قرار بدیم، شما میتونید شکل نون رو اینجا ببینید. یعنی این همون دایره هست که نون رو باهاش می نویسیم. منتها جهت نون در جهت عقربه های ساعت هست و این و هی جیمی خلاف عقربه های ساعت. پس این حرکت اول، حرکت دوم و سومین حرکت هم که دایره عین هست که مقداری از دایره زیر خط زمینه هست. اما این زمانی که متصل میشه به کلمات دیگه دو تا شکل داره. یک شکل که شبیه سر عین تنها هست که حالا میتونیم بگیم چیزی شبیه عدد 6 هست برای اینکه یه نامگذاری بخوایم داشته باشیم، که حالا بعدش ممکنه به حروف مختلفی وصل بشه که بررسی میکنیم. و یا اینکه میتونه یه شکل دیگه داشته باشه که شبیه عدد 4 هست، به این شکل نوشته میشه. و حالا اینکه به چه حروفی وصل بشن با هم بررسی میکنیم. اما این وسط کلمه به این شکل نوشته میشه. اگه این ادامه حرف قبلی ما باشه، از اینجا این حرکت اول و حرکت دوم به این شکل و میتونیم توی این رو پر بنویسیم. و چون سر خودکار من نازکه، ساچمه ظریفی داره، باید پر کنم. اگر خودکاری که استفاده میکنید کمی ضخامت داشته باشه ساچمه‌اش، این خودش خود به خود تو پر نوشته میشه. پس شد این حرکت شماره 1 و این حرکت شماره 2. این زمانی هم که انتهای کلمه وصل میشه دقیقاً از همین شکل استفاده میکنیم. امتداد کلمه قبلی، این عین و دایره عین، دقیقاً مثل دایره عین جدا. اینجا یک فاصله باید وجود داشته باشه. اما از این دو شکل چه زمانی استفاده میکنیم؟ از این شکل عین که شبیه 4 هست، حالا میتونید به این شکل بنویسید یا اگه راحت ترید حتی به این شکل هم میتونید بنویسید. مثل زمانی که به الف وصل میشه، اتصال این به الف. الف ها هم که میدونیم متمایل به راست هستند. یا زمانی که به دال وصل میشه، بعدش دال میاد، دال هم متمایل به راست، انتهای دال روی خط زمینه و متمایل به جهت پایین. و این فضای خالیه زیر دال باید دیده بشه. اتصالش به کاف، کاف الفی یا کاف انتهای کلمه. کلاً بعد از حرکات، وقتی که بعد از این حرکات الف مانند میاد، حتما از این شکل این استفاده میکنیم. دیگه مثل حرف لام، اگر این به لام وصل بشه باز از همین شکل استفاده میکنیم. و تا دندونه شاخص هم که تقریبا حالت بالا رونده داره،
قبلش از این شکل استفاده میکنیم. حالا این میتونه حالا به هر حروف مختلفی وصل بشه. و یک مورد دیگه که از این عین استفاده میشه زمانی هست که به ه وصل میشه، هی انتهای کلمه این شکل. و بقیه موارد، بقیه حروف هر حرفی به عین وصل بشه از شکل 6 مانند عین استفاده میکنیم. از این شکل برای سایر حروف استفاده میکنیم. مثلا اتصال به ب، حالا به کوتاه یا به کشیده. که باز به کشیده رو به یه شکل دیگه هم میتونیم بنویسیم. اینجا کمی طولانی تر و این موج بلندتر و به کشیده. اتصال به ر، دقت کنید که این باید از ابتدای این کمی عبور کنه. ر شمشیری. اتصال به واو، جا واو انتهاش روی خط زمینه هست. هی جیمی اگه بعدش بیاد به همین ترتیب. فقط به این حرکت خروج از این دقت کنید که زمانی که میخواد به حروف مختلف وصل بشه شکل متفاوتی داره. زمانی که به سین وصل میشه به این ترتیب یک سین جدا و تنها اینجا وصل میکنیم. یا اتصال به نون، اتصال به صاد. اتصال به ی. در مورد تا این رو تا روی خط زمینه امتداد میدیم. باید متمایل به پایین تر از افق باشه و تا روی این امتداد قرار میگیره. در مورد ف و قاف هم همینطور از همین شکل 6 مانند استفاده میکنیم. عین وسط آخر کلمه هم که گفتیم، به عنوان مثال آخر کلمه اگه بخواد به وصل بشه چند تا بنویسیم از اتصالات به این شکل دندونه رو قبلش استفاده میکنیم. حالا ب، نون، ت، سه نقطه، هر نوع دندونه ای. اگه هی جیمی بیاد از این شکل استفاده میکنیم. سین، صاد، تا، ف و قاف، اتصال به عین. کاف و گاف و لام و کاف و گاف الفی به این شکل. با کاف دالی هم میتونیم بنویسیم. میم، به عنوان مثال با هی 2 چشمان بنویسیم. و یا اگه حرفی جا مونده هر حرفی که به این وصل بشه به همین ترتیب نوشته میشه. و
و حالا چند تا کلمه با حرف این بنویسیم برای تمرین بیشتر. به عنوان مثال کلمه عاقل، یا کلمه عیادت، کلمه غذا، کلمه عید. اینجا دندونه موج اینجا یه به خط زمینه میرسه و دال. کلمه غم، بنویسیم قرقر. کلمه بعد یا بود اینجا به خط زمینه میرسه و دال. کلمه داعی، بنویسیم فاعل. به شکل این که تو حروف کلمه های مختلف می نویسیم دقت کنید. به عنوان مثال اینجا به یه وصل شده، از شکل 6 مانند استفاده کردیم. اینجا به لام وصل شده، از شکل 4 مانند. اگر کلمه قانع رو بنویسیم، عین متصل در آخر کلمه. کلمه علی، کلمه بالغ باز عین متصل در آخر کلمه. کلمه عجله بنویسیم، این عین، این ج، لام پایین تر از ج و ه. یا کلمه تعجیل، ت عین وسط کلمه، شیب به سمت پایین، ج یک موج و لام. کلمه غیر رو اگه بخوایم بنویسیم، این غین، این دندونه ی و این ر. یا کلمه غیور اگر بخوایم بنویسیم باز از این شکل این استفاده میشه. اینجا یک موج کوچک برای ایجاد دندونه و واو. این دندونه قبل از واو کمی تیز نوشته میشه. یا کلمه عین، که چون بعدش دندونه شاخص میاد از این شکل 4 مانند عین استفاده میکنیم. کلمه شعر، دندونه شین یکی از قبلی پایین تر، اینجا عین وسط کلمه و ر.
کلمه صغیر، این صاد، عین وسط کلمه، دندونه قبل از ر و ر. یا اگه کلمه اصغر رو میخواستیم بنویسیم که دندونه اینجا نباشه به این صورت نوشته میشه. این صاد، غین و بلافاصله ر وصل میشه. کلمه بوغز، دندونه، عین وسط کلمه، ادامه میدیم و صاد انتهایی روی این امتداد قرار میگیره. بنویسیم کلمه جعفر، این جیم شیب به سمت پایین، عین باید پایین تر از جیم قرار بگیره. دوباره شیب به سمت پایین، ف کمی پایین تر از عین و نهایتاً ر. ببخشید این توی تصویر نبود. این دو کلمه رو دوباره می نویسم. این ج، عین پایین تر از ج و ف پایین تر از عین. کلمه معمول هم این میم، عین وسط کلمه، خروج از عین به این حالته، اینجا میم و در انتها واو. یا اگر کلمه معشوق رو بنویسیم، میم، عین، صاد، واو که روی خط زمینه هست. این میم باید کمی بلندتر نوشته بشه. کلمه خاضع رو بنویسیم، عین متصل در آخر کلمه. کلمه معصیت رو بنویسیم، این میم، عین وسط کلمه، امتدادش صاد روش قرار میگیره، یک دندونه موج و ت. کلمه بعدی به عنوان مثال بنویسیم ضعف. اینجا عین کمی از صاد پایین تر هست و ف کمی از عین پایین تر. کلمه بعدی بنویسیم معلم، این میم، عین وسط کلمه، حرکت اول، حرکت دوم، لام، خروج از لام با این حرکت و اتصال میم آخر کلمه. کلمه تعالی، اینجا به خط زمینه میرسه، لام و ی. کلمه شعار، دندونهاش این شبیه به هم دیگه و یک جهت، عین وسط کلمه و الف متمایل به راست، اینجا روی خط زمینه هست. مطالعه، این میم، تا روی امتداد میم قرار میگیره، الف تا از الف بعدی بالاتر هست
لام شیب به سمت پایین عین وسط کلمه و انتهایی. کلمه شمع، دندونه سوم این حالت رو داره قبل از میم و اینجا اتصال عین متصل در آخر کلمه یا کلمه جمع. کلمه مرغک که از این شکل این که شبیه سر 4 هست استفاده می‌کنیم. کلمه روغن جا شیب و دو به سمت پایین اتصال به نون. کلمه معجزه میم عین وسط کلمه و جیم ریشمشیری و ه. در مورد این کلمه معصیت که نوشتیم میتونیم یه رو به صورت دندون شاخص هم بنویسیم که در این صورت شکل صاد تغییر میکنه. میم این صاد به این شکل نوشته میشه و این دندون شاخص ت.